بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواهران عزیز، امروز میخواهم در یکی از موضوعهای مهم زنانه، اون هم درباره بیماری زنانه یا حیض خیلی که در شریعت شناخته شده است صحبت داشته باشیم. برای اینکه خیلی زیادی از خواهرها در این باره میپرسند و خیلی زیادی دیگر بعضی چیزهایی را درباره حیض میگویند که عموما در شریعت وجود ندارد، یعنی خرافات یا گپهای بافته و ساخته مردمی است که بعضی ها با اعتقاد که این در شریعت هست زندگی خود را به تنگی و تاریکی میکشانند. و باز یک جهت دیگرش هم هست که بعضی کارهایی هست که 100% در شریعت حرام است، کردنش گناه کبیره است، در بارش دلیل هست، اما زیادی خواهرها در این باره هم نمیدانند و در این باره هم بسیاری ها میپرسند که دیگر این مسئله رو، یعنی مسئله برای زن در وقت حیض بودنش چه حلال است چه حرام است، کدام کارها مباح است، دانستن حتمی است. یعنی زن مسلمان باید این موضوع رو بداند. من نمیدانم یا من نمیدانستم که از این مسئله انسان خلاص نمی شود، برای اینکه این مسئله از علم های فرضی هست. چگونه ای که خواندن نماز فرض است، دانستن نماز فرض است، و چگونه ای که در وقت حیض مثلا نماز خواندن عموما حرام است. هر یک زن باید بداند که در حیض چی کارها جایز است و چی کارها حرام است. و علکی در بعضی عائله های مسلمان به دخترک 14-15 ساله این مسئله ها رو کشاد و روشن مادر یا خواهر میفهماند که آنها دیگر در این مسئله هرگز به گناه دست نمیزنند. ولی مشکلی در ما این است که ما گمان میکنیم در این مسئله ها، خواه در مکتب باشد خواه در عائله، صحبت کردن بی حیاگی هست، اما بعدا میبینیم که چقدر انسان به گمراهی یا گفتیم به گناه دست میزند. پس بیایید کوتاهک همراه شما خواهران عزیز در این باره صحبت داشته باشیم که کدام کارها در وقت حیض گناه است، کدام دیگر مباح است. پیش از همه خیلی میدونید برای زنی که حیض میبیند نماز خواندن و روزه گرفتن، یعنی نماز خواندن و روزه گرفتن گناه می باشد. و پیامبر صلی الله علیه و سلم در این باره حدیث در صحیح بخاری و دیگر کتاب ها هست که میگویند مگر از نقصان دین شما این نیست که شما نصف ماه رو روزه نمیگیرید و نماز نمیخونید. یعنی یک زن تا 15 روز یا گفتیم تا یک ماه نصفش، بعضی ها اکنون با 15 روز و 10 روز می رفتگی و خیلی کم هستند، اکثریت 6 و 5 و 7 روز نماز نمیخوانند، روزه نمیگیرند. و این چنین وقتی از حضرت عایشه پرسیده می شود که آیا قضای نمازهایی که در حیض نخونده میگیریم؟ حضرت عایشه میگویند چگونه؟ مگر از خوارج است که این گونه اعتقاد دارن؟ نه، ما در زمان پیامبر، وقت پیامبر زنده بودن، وقت حیض نمازهایی که نمیخوندیم، پیامبر قضایش رو خانه نمیگفتن، اما روزه ها رو قضایش رو میگرفتیم. پس برای زنی حیض گرفتن روزه گناهی کبیره است و نماز خواندن یگانه این است که وقتی که روزه رو قضا میکند ببخشید آن رو گرفته میدهد قضایش رو، اما نمازها رو نه. و مشکل این است که بعضی خواهرها در ماه رمضان در این باره صحبت داشته، میگن نه در وقت حیض چی مشکل دارد که ما روزه گیریم؟ آخر مسئله عادی نیست، مسئله گناهی کبیره است. وقتی تو دیده و دانسته حیض هستی و روزه میگیری، پس اولا گفتیم نماز خواندن حرام است، روزه گرفتن حرام است. این چنین داخل شدن به مسجد که پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث در ابو داود است میگن من حلال نمیدانم برای کسی که جنوب است و این چنین برای زنی حایضه این که به مسجد داخل شوند، مگر عابر السبیل گفتیم در راه هست، مسافر است، یکی هیچ علاج ندارد برای دم گرفتن یا چیزی رو از مسجد گرفتن باقی ندارد، اما مخصوص همچون عبادت در آمده در داخل مسجد نشستن را پیامبر منع کردند. و مسئله دیگر مسئله طواف کعبه است که البته در این باره هم حدیث صحیح هست که وقتی حضرت عایشه بیمار میشوند یا حیض میشوند و گریه میکنند که چیکار کنم اکنون من همه حج میکنند و من نه، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن هر کاری که حاجی ها میکند بکن مگر اینکه طواف نمیکنی، یعنی اطراف کعبه تو طواف نمیکنی. پس زنی که حیض است او نمیتواند طواف کند. و این چنین عزیزان مسئله دیگر مسئله قرآن خواندن است. با کدام کتابی
فقه چهار مذهب نگاه کنید، خو از مبسوط سرخسی مذهب ابو حنیفه باشد، خو مدونه امام مالک باشد، خو مثلا منهاج طالبین امام شافعی باشد، خو مغنی مذهبی امام احمد باشد، یعنی به کدام کتاب های مذهب چهار مذهبه نگاه نکنید همه اتفاق هستند که زنی که حیض است قرآن خواندنش ممکن نیست. یعنی مسئله بین اهل سنت و جماعت اتفاقی است. یگانه در مذهب امام مالک با دهان، یعنی قرآن را نقاپیده با دهان اگر کم کم از آیت ها خواند، علل خصوص مدرسه یا معلمه باشد اجازت است. و عجیبش این است که امروز بعضیا برآمدن گویا که این چهار مذهب همه گپشون خطا باشن، میگن نه درباره حیض یگان دلیل نیست. اما حدیثی که در ابو داوود و ترمذی هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند لا تقرأ الحائض ولا جنوب شیئا من القرآن، زنی که حائضه است و یا مردی که یا کسی که جنوب است چیزی از قرآن نخواند. این علما همشون از این حدیث دلیل میگیرن که البته حدیث بین علما اختلاف است، بعضیا میگن ضعیف است، بعضیا حسن، ولیکن در نزد چهار مذهب قرآن خواندن ممکن نیست و در این باره مسئله اختلاف، یعنی کمی از علما اجازه میدهند، اما اون هم همیشه نه، اون هم برای طالب علم تا از درسهایش نماند یا برای مدرسه که طلبه ها نماند. اما عادی ختم هر روزه که من امروز ختم داشتم اون را باید بخوانم در نزد یگان از مذهب ها جایز نیست و جز یک مقداری کمی که خیلی گفتیم بعض علما اجازه دادگی هستند. و این چنین عزیزان مسئله دیگر در قرآن کریم در سوره بقره الله میگوید یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض، در دوامش میگوید ولا تقربوهن حتی یطهرن، تو را از حیض میپرسند و آنها بگو که حیض یک بیماری هست، اذیت است برای زنها، بیماری هست، عموما چرکینی هست و شما در وقت حیض به زنها نزدیکی نکنید. فاعتزلوا النساء فی المحیض، یعنی در وقت حیض به زنها نزدیکی نکنید. در دوامش ولا تقربوهن حتی یطهرن، تا اینکه پاک شدن. فاذا تطهرن فاتوهن من حیث امرکم الله، و وقتی که پاک شدند و غسل کردن، یعنی بعد از حیض پاک شدن غسل کردن، در این وقت میتوانید نزدیکی کنید. یعنی این مسئله بین تمام علما اتفاق است که هر کسی که در وقت حیض نزدیکی شدن را یا همخوابگی را حلال میداند و از دین خارج میشود، چون آیت قرآن کریم است. و کسی که دیده و دانسته، یعنی گناه بودنش را میداند و به این دست میزند، در ما از عبدالله ابن عباس روایت است که میگویند باید 1 دینار تقریبا گفتیم 4 گرم پول 4 گرم طلا رو باید او صدقه کند برای این گناهی کردهش. برای همین این مسئله عادی نیست. و بعضی ها نمیدونم این بعضی کلام ها از کجا برآمده است که اینقدر بیچاره امام اعظم رحمت الله علیه را تهمت میکنن، میگن ابو حنیفه رحمت الله علیه اجازه میدین که از حیض پاک شده غسل نکرده هم نزدیکی کنید، در حالی که شما نگاه کنید به کتاب های ابو حنیفه رحمت الله علیه، در اونجا گفته شده است که زنی که از مدتش زیاد حیض میبیند، یعنی همیشه 7 روز میشد، یکی 10 روز شد و ماند، 7 روز میشد، یکی 10 روز شد، بعد از 10 روز یکی غسل نکرده نزدیکی جایز است. اما زنی که عادی همیشه حیض میبیند، نه، حتما باید اول غسل کند، بعدا همخوابگی جایز. یعنی بعد از حیض پاک شدن بدون غسل همخوابگی در نزد جمهور علما جایز نیست، انسان گناهکار میشود و در وقت حیض تماما گناهی کبیره میباشد که هر یک زن این را بداند. اما گفتید من 100% یقین بودم که پاک شدم، بعدا فهمیدم که بیمار بودم، اینجا پروردگار با خبر است که شما از روی خطاگی به این دست دارید، اما دیده و دانسته در این مسئله نباید سهلنگاری کرد. پس جما یا گفتیم همخوابگی هم از گناههای کبیره می باشد و این چنین طلاق دادن در وقت حیض یکی از مسئله هایی که زن و مردها زیادی ها بیخبر هستند. الله میگوید فطلقوهن لعدتهن و احصوا العده، وقتی زنها را ای پیامبر شما طلاق میدید در وقت پاکیشان طلاق دهید، در وقت حیض نه. و در ما حدیث در صحیح هست، حدیث عبدالله ابن عمر که وقتی که عبدالله ابن عمر زنشان را در وقت حیض طلاق میدهند، پیامبر میگن برگردون، زنت را برگردون، چون یک طلاق داده بودن، در وقت حیض که طلاق دادی برگردون،
طلاقت حساب نمی شود. یعنی معنیش این است که طلاقت نه افتی، طلاق افتیدگی است، اما این کارت گناه است، برای اون که همون طلاق رو حساب کرده بعدن دو طلاق دیگر میدهند. میگن در شرح حدیث یعنی در وقت حیض بودن زن او را طلاق دادن هم گناه کبیره است، اما در نزد جمهور علما طلاق واقع می شود. و مسئله دیگر چه خیلی گفتم، مسئله غسل. یعنی زنی که حیض دید و از حیض پاک شد، یگان دقیقه دیر نکرده، بعد از 100% یقین کردن که پاک شد باید غسل کند و بعد از غسل کردن دیگر هر چیزی که برای او حرام بود حلال می شود. اکنون بیاید نگاه کنید، تقریبا 8 تا چیز رو درباره‌اش صحبت کردیم، چیزهایی که برای زنی حایضه حلال است و ما حرام میدونیم. زیادی ها گمان میکنن وقتی که قرآن خواندن برای زنی حایضه از دهان هم، حتی چون در نزد جمهور علما از دهانت هم، یعنی قرآن رو نقبیده از ذهنت هم خواندن ممکن نیست، صلوات فرستادن، استغفرالله گفتن، لا اله الا الله گفتن، عموما ذکر رو حرام میدونن، در حالی که درباره ذکر دلیل نیست، بلکه پیامبر صلی الله علیه و سلم حضرت عایشه رو گفتن در وقت حیض طواف نکن، اما بقیه کارهایی که حاجی ها میکنن اون رو انجام ده. میدونیم که در وقت مینا و مزدلفه و عرفه حاجی ها به ذکر دهانشون هیچ آرام نمیگیرد، لبیک اللهم لبیک میگویند، دعا میخونن، ذکر میکنن. برای همین همه ذکرها بجز آیت های قرآن برای زنی حایضه جایز است. و این چونین باز بعضی ها گمان میکنن وقتی که زن حیض است برای او سرشستن جایز نیست، غسل کردن، یعنی عموما برای پاکیزه شدن خودش، برای نماز خواندن و عادی برای تازگی جسمش اثرش آب ریختن ممکن است. لیکن تصور کنید در هوای گرم یک زنی حایضه اگر 10 روز یا گفتیم در 7 روز و 9 روز اگر به آب داخل نشود و به چی چیز تبدیل می شود، یعنی زن خیلی حالتش بد می شود. این گپ دروغ است که یا گفتیم عموما خرافات و بدعت است که زنی حایضه به سرش تماما شانه نزند یا تماما داخل آب نشود که گویا گناه بوده است. این هیچ دلیل ندارد، یگان دلیل ندارد. برعکس زنی حایضه باید از پیشتر هم زیادتر به تازگی و به حمام و به سرشویی اهمیت دهد که میدانید زنها در وقت حیض حالتشان بد می شود. مسئله دیگر مسئله پختن و علل خصوص نان و خمیر که در تاجیکا زیادی ما با نان و خمیر کار داریم. بعضیا میگن زنی حایضه نان بس نانش میسوزد، خمیر کرد مشکل می شود، در حالی که درباره خمیر و نان و کارهای عادیه که هر روز در زندگی می شود دربارش یگان دلیل وجود ندارد. زنی حایضه می تواند بپزد، بشوید، خمیر کند، هر چی کند. یگانه چیزهایی که در بالا قید کردم آنها جایز نیستند، بقیه کارهای عادی خانه از پختن و رفتن و شستن اینها همش جایز می باشد. و این چونین نکاح، بعضی خواهرها میپرسن وقتی در وقت حیض طلاق دادن حرام است، گناه است، آیا نکاح هم حرام است؟ اما درباره نکاح هیچ دلیلی نیست. زنی که خواه در وقت نفاس باشد، که در این باره صحابه زنی در وقت نفاس ازدواج کرده بودند، دربارهش حدیث صحیح آمده است، خواه در وقت نفاس باشد خواه در وقت حیض، زنک را اگر نکاح کنند نکاح صحیح و درست است، یعنی به نکاح یگان ضرر ندارد. و این چنین بعضی ها میگویند مادامی که قرآن خواندن ممکن نیست در نزد جمهور علما، اگر زنی حایضه بیمار باشد به او آیا دعا خوانی کردن ممکن است، یعنی رقیه خوانی کردن ممکن است. رقیه خوانی هم درباره‌اش یگان جایز نبودنش دلیل آمدگی نیست، مادامی که دلیل این چیز رو من نمی کند این چیز جایز است. و اگر زنک بیمار باشد، اگر حیض باشد هم به او دعا خوانی کنند و به او دم زنند یا گفتیم صف کنند باکی ندارد. پس این بود عزیزان صحبت کوتاه درباره حیض که خیلی زیادی از خواهرها در این مسئله میپرسند. خیلی امیدوار هستم که بعد از این صحبت مسئله های زیاد برای شما روشن شد. در پناه الله یگانه باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.